سلام دوباره. حتما شنیدید که میگن که بنویسید تا نصف مشکلاتتون حل بشه. یک جمله طلایی که از واقعیت کمی دورم نیست. آره، نیروی التیام بخش نوشتن کتابیه که به شما کمک میکنه چطور بنویسید، از کجا شروع کنید و چطور این نوشته هاتون رو عملی کنید. راه شروع کردن رو بهتون نشون میده. پس حتما این کتاب رو بخونید. نیروی التیام بخش نوشتن، چگونه به یاری نوشتن با تجارب دردناک خود کنار بیایم. جیمز پن بیکر نویسندش، ترجمه دکتر سامان نونهال از انتشارات خوب ارجمند. حتما بخونیدش. یادتون باشه روزانه فقط یک ربع مطالعه کردن به شما کمک میکنه تا زندگی بهتری داشته باشید. روز خوش.